سلام مجدد بچه ها، میرسیم به درس جاوا اسکریپت قسمت اول. یکی از مهمترین درسای OWASP، یکی از مهمترین پیش نیازهای OWASP. همراه باشین با من. چرا باید جاوا اسکریپت بخونیم؟ چرا؟ Every website has JavaScript. بچه ها هر وبسایتی برین جاوا اسکریپت داره. یا شاید من رفتم یه وبسایتی جاوا اسکریپت نداشت. خب حرفت درسته، ولی این یه چیزه، این میخوام شدتش مبالغه کردم. بچه ها شما هدفتون هر چی باشه، هدفتون باشه کار بگیرید، مثلا برید خارج، پنتستر بشین تو ایران، پنتستر بشین تو خارج، برید هانتر بشید، نمیدونم هر کاری جاوا اسکریپت رو نمیتونید جدا کنید این، چون کل اینترنت الان امروزه رو دیگه جاوا اسکریپت، یعنی کل وبسایت نه اینترنت از جاوا اسکریپت استفاده میکنه. خب پس این از این. تو دیسکاور vulnerabilities، برای اینکه بتونید آسیب پذیری کشف کنید بچه‌ها. و خیلی فکر میکنن که کشف آسیب پذیری فقط مثلا جاوا اسکریپت و اکسسس به درد میخوره. خب من جاوا اسکریپت رو نمیخونم، اکسسس نمیزنم. نه، اینجوری نیست بچه‌ها. بولت 4 نگاه کنید تو کانداکت نارو ریکان این باگ باونتی. برای اینکه شما بتونید تو باگ باونتی بچه‌ها چیکار کنید؟ نارو ریکان انجام بدید. یا شما نارو ریکان چیه بچه‌ها؟ بهتون گفتم ریکانسنس یعنی شناسایی هدف. نروش مربوط میشه به اپلیکیشن، وایدش مربوط میشه به شبکه. خب وقتی که شما باید این کار رو انجام بدید و ممکنه اون ریکانی که انجام میدید منجر شه به چی؟ کشف یه آسیب پذیری دیگه، نه اکسسس. چرا؟ چون که وب اپلیکیشن کاملا، یعنی عموما قسمت‌های زیادش روی جاوا اسکریپته. تو بایپاس سکیوریتی دیوایسز، برای اینکه بتونید سکیوریتی دیوایس ها رو بایپاس کنید، مثلا فکر کنید یه وفی وجود داره که شما یه آسیب پذیری زدین اکسسس، حالا می‌خواید دور بزنید اینو. اینجا جاوا اسکریپتتون اگه قوی باشه، تگ ها رو بشناسید، اتریبیوت ها رو بشناسید، آلترناتیو ها رو بشناسید، چیکار میتونید کنید؟ میتونید وفا دور بزنید. و در آخر تو اکسپلویت vulnerabilities، برای اینکه میتونید آسیب پذیری ها رو اکسپلویت کنید که اینجا عموما منظورمون اکسسسه. بچه‌ها بولت 2 و 5 رو ببینید، discover vulnerability و exploit vulnerability. اینو توی OWASP دارینش. اوکی؟ و اتفاقا یه کیس خیلی سخت که میگم بر اساس تجربیات دوره‌های گذشته می‌خوایم با هم اکسپلویت کشف و اکسپلویت کنیم. براوزر بچه‌ها، مرورگر چیه؟ بچه‌ها نگاه کنید، محمد با مرورگر در ارتباطه. مرورگر با کی در ارتباطه؟ با سرور. درسته؟ سرور، حالا ما بذارین اینجا اجازه بدید من بهش بگم وب سرور، یعنی سروری که داره تحت وب کار میکنه یا کانتنت وب سرو میکنه. یا شما که وب سرور رو ما درس ندید، بله تو قطعا بهتون درس خواهم داد وب سرور رو، ولی فعلا چه اشکال داره گوشتون آشنا بشه. بخوایم براتون سادهش کنم، شما مثلا سایت آکادمی که باز کردین، رفتین الان فیلم‌ها رو دانلود کردین، یه وب سرور داره، تموم شد. اوکیه؟ خب پس بروزر چی رو میبینه؟ سرور رو میبینه، یعنی با سرور در ارتباطه. شما میرین بالا میزنید google.com اینتر، سرور به بروزر چی میده؟ یه سری کد HTML و جاوا اسکریپت میده. گرفتین؟ پس یه سری کد میده. خب من به عنوان انسان کدا رو ببینم که چیزی نمیفهمم، یعنی چیه بابا، چه وبسایت زشتیه. در صورتی که اون وبسایت چی میشه؟ اون وبسایت برای من رندر میشه، یعنی مرورگر میاد کدا رو برای من رندر میکنه و تبدیل میکنه به چی؟ به ویژوال، به یه چیزی که من میتونم ببینمش، یعنی ویژوالش میکنه برای من انسان. یا شاید پس اینا که خوشگلن وبسایتاشون مگه CSS ننوشتین اینجا CSS رو. اوکی بچه، ما CSS کاری نداریم. اوکیه؟ با جاوا اسکریپت کار داریم، با HTML هم که کلا، حالا بچه‌ها من میگم HTML رو بخونیم نخونیم، میگم کلا HTML 5 ساعته. بریم توی وبسایت 5 ساعت بخونیم بریم بیرون. ما عموما با جاوا اسکریپت کار داریم. اوکیه؟ خب این از این. حالا مرورگر، خوب دقت کنید، مرورگر از 6 قسمت تشکیل شده. بچه‌ها یوزر اینترفیس، اون چیزی که میبینیدش، میری توش تایپ میکنید. رندرینگ انجین که مهمترین قسمت مرورگر اینه بچه‌ها، رندرینگ انجینه، یعنی اون کدا رو رندر میکنه و تبدیل میکنه، یعنی مغز مرورگر اونجاست. درسته؟ براوزر انجین اون قسمتی که منیج میکنه، تبا رو مثلا منیج میکنه، هیستوری رو منیج میکنه. نتورکینگ شبکه است بچه‌ها، مرورگر شبکه باید داشته باشه دیگه، یعنی باید اون لایه ها رو طی کنه، تو OSI مدل وصل شه، TCP بزنه، DNS داشته باشه. یا شاید DNS هم نگفتی، ای به ما میگه DNS PNS، اونم بهتون میگم بعد گوشتون آشنا شه. بعد جاوا اسکریپت اینترپرتر داره. به اینترپرتر که دیگه بهتون گفتم چیه، مفسر جاوا اسکریپت داره بچه‌ها، و ما با این کار داریم. نکنین براتون رنگش کردم. دیتا استوریج هم داره، یعنی یه سری چیزا روش ذخیره میشه. یا چون مرورگر ذخیره هم میکنه. آره ما بهش میگیم چی؟ بیسکویت یا کوکی بچه‌ها.
اونجا کوکی هم اون پایین ذخیره میشه. یا شو کوکی دیگه چیه؟ عجله نکن. حالا یوزر اینترفیس رو خط بزن، بهش میگیم چی؟ هدلس بروزر. اینو بهتون میگم چون مثلا تو دوره عموما به این میخوریم و بچه‌ها میگن وای هدلس چیه. یا شاید بابا هدلس فقط یوزر اینترفیس نره، همین. یا شاید کجا تایپ کنیم آدرسمونو؟ هدلس کامند لاینی کار میکنه. کامند لاین چیه؟ یا شاید تو لینوکس بهتون گفتم درس قبلی، چون این فیلم‌ها که دارین میبینید ترتیبش رو تو کانال بهتون میگم که چه جوری ببینید و به صورت کامند لاین ران میشه دیگه. جای نره که تایپ کنیم. اونجا مثلا فرضاً می‌نویسید براوزر آندرلاین مثلا فاصله مثلا google.com براتون باز می‌کنه. پس اینا هدلس براوزر قلب اصلی. میخوام بگم اگه بروزری بچا قیافه میافه نداشت باز بروزر ها، قلب اصلی بروزر کجاست؟ اون رندرینگ انجینشه. خب HTML یا به قول خارجی HTML. بریم اینجا استاندارد مارکاپ لنگویج، یه زبانه مارکاپ لنگویجه، تموم شد. خدا نگهدار دیگه تعریف بیشتر براتون انجام نمیدم. خب اویاشان این زبان مارکاپ لنگویجی که میگه به چه درد میخوره؟ به درد اینا to create and structure content on the web، برای اینکه ما بتونیم محتوا تولید کنیم. پس ما انسان هیومن برای اینکه بتونیم تو وب محتوا تولید کنیم نیاز به چی داریم؟ به یه زبان داریم. HTML کنار دستمونه، خوشگلش می‌خوایم کنیم، CSS هم قاطیش می‌کنیم. حالا می‌خوایم اینتراکشنش رو ببریم بالا یا خیلی کارهای دیگه، جاوا اسکریپت هم مخلوطش می‌کنیم. خب set of tags and elements. خب از چی تشکیل شده شانه این HTML که میگی؟ یه سری تگ و element. یاشون اینا دیگه چیه؟ الان میگم predefined بچه‌ها، یعنی از قبل تعریف شده تگ ها. هر تگی که برای خودتون نمیتونید بزنید. تگو نمیگی یا شاید بمون صبر. اسلاید بعدی. to define the text, image etc. of web page. بچه برای اینکه ما بتونیم متن تعریف کنیم، عکس بذاریم. بابا میخوایم عکس بذارم وسط صفحه، چیکار باید کنم؟ کد HTML شو می‌نویسم. هکر. خب allowing browsers to interpret and display the content. اجازه میده بچه‌ها HTML در واقع کدیه که به مرورگر اجازه رو میده که چیکار کنه؟ تفسیر بشه. یعنی کدیه که میگه مرورگر منو تفسیر کن. اوکیه؟ و بعد اینکه تفسیر شد ما چی رو میبینیم؟ محتوا رو میبینیم. اینجا براتون یه تگ HTML گذاشتم. خوب دقت کنید. نگاش کنید. این تگ A. تگ A کارش چیه؟ لینک تولید میکنه. شما میرید مثلا توی وبسایت زده لاگین روش کلیک میکنید، اون یه لینکه. و الان اونایی که بلدن میگن خب ممکنه لینک نباشه یا شما مثلا با جاوا اسکریپت اوکی، ولی ما هم فعلا میگیریم لینک. بعد اینکه اینجا نگاه کنید ما به این میگیم تگ A، به اون میگیم اتریبیوت، به اونم میگیم ولیو. دقت کنید دوباره میگم تگ A رو میبینید که انگل براکت A، به این میگیم تگ باز شد. اون آخر رو میبینید آخر صفحه انگل براکت بسته، تگ بسته شد. href اتریبیوت، یعنی به عنوان یک مثلا کسی که کد HTML مینویسه، مثلا فرانت اند کار، کسایی که میان مثلا ظاهر سایت رو میسازن، اونا اینا رو بلدن دیگه، مثلا میدونن اتریبیوت های تگا چی ان، حفظ کردن دیگه. منظورم اینه که دفترچه ایناش هم از سرچ هم کنید هست، چیز زیاد سختی نیست، نگرانش نباشید. چون ممکنه براتون سوال بیاد این href از کجا اومده. خب اوکی. و ولیوش چیه؟ wurivex.academy. یعنی چی؟ اگه من این کد HTML ذخیره کنم، بازش کنم، یه دونه لینک تولید میشه که روش کلیک کنم میرم تو ووریوکس. اوکیه؟ بریم کد بعدی. image img تگ ایمیج، اتریبیوت src که همونجور که میبینید wurivex.academy/logo.png اشاره میکنه به اینجا و این هم هست. درسته؟ و بریم جلوتر. یه تگ ساده براتون آوردم بچه‌ها، خیلی ساده. اوکی؟ به نام چی؟ بی. کارش چیه؟ بولد میکنه، یعنی ضخیم میکنه چیزو، نوشته رو. یعنی ما اگه هلو رو بزنیم تو تگ بی چی میشه؟ ضخیم میشه. اوکیه؟ خب و رسیدیم به اون تگی که مد نظرم بود، تگ اسکریپت. مصاحبه میکنم. تگ اسکریپت کارش چیه؟ بچه‌ها کدهای جاوا اسکریپت رو توش داره. یعنی مرورگر وقتی داره تفسیر میکنه میاد پایین میرسه به تگ اسکریپت. اوکی؟ استاپ میکنه، توشو میده به چی؟ بگو. توشو میده به جاوا اسکریپت اینترپرتر، میده به انجین
انجین جاوا اسکریپت، میده به موتور جاوا اسکریپت که رندرش کنه، که تفسیرش کنه، رندر نه که تفسیر کنه، که اجرا کنه کدو. اوکیه؟ خودش داره HTML رو پارس میکنه. بچه به این کار میگیم پارس کردن، رندر کردن یا پارس کردن. خط به خط میاد پایین، میرسه به این، توشو میده چیکار کنه؟ میگه جاوا اسکریپت اینو برای من جان تو ببین چی میگه. اوه یه مش کد من نمیفهمم چیه. اوکیه؟ و یه نمونه کد HTML براتون اینجا گذاشتم، بچه‌ها با هم دیگه ببینیم که چه جوریه. اگه دقت کنید بالا و پایین تگ HTML رو داریم که باز شده، پایین بسته شده. اوکیه؟ و بعد اینجا اگه دقت کنید بچه‌ها هدو داریم، تگ هد باز شده بسته شده، تگ بادی باز شده و بسته شده. این سری ساختارهای HTML هم که مثلا ما میگیم کل مثلا HTML تو کجا باشه، توی تگ HTML باشه، بعد هد یه سری تعاریف داره، بادی یه سری تعاریف داره، نکنید فوتر داریم و از این داستانا. حالا و بعد اینجا رو ببینید مثلا تگ تایتل رو داریم بچه‌ها که تایتل مثلا تعریفش چیه تو مرورگر، اون بالا تو تبا، اون بالا که سایت رو باز میکنید تایتل متنش رو از این قطعه کد میگیره. مثلا اینجا نوشته The Adventures of My Cat Lucky. اوکی؟ اگه این رو ما ذخیرش کنیم باز کنیم، اون تایتلی که اون بالا می‌نویسه اینه. درست شد؟ و یا مثلا اینجا می‌بینید تگ پی برای پاراگراف بچه‌ها، یعنی تگ باز میشه توش عبارت نوشته میشه، تگ بسته میشه. میخوام بگم HTML همینقدر ساده است که می‌بینید. درسته؟ و حالا ما با یه جایی کار داریم، با یه قسمت از مرورگر که خیلی تو دوره که خیلی ایشالله پیشرفت کنید، بعداً برید جلوتر تو باگ باونتی اینا که همش کاش کار دارید. به نام چی؟ کنسول مرورگر. بچه‌ها allows developers to interact with the JavaScript. به برنامه نویس ها اجازه میده با جاوا اسکریپت تعامل کنن، کار کنن. خیلی ساده تعریفش کردم ها. یا شما ما که برنامه نویس نیستیم، من الان هکرم، من میخوام اوکی این تعریف عام بشه، تو گوگل بزنید نمیاره. ولی ماها شاید به قطعیت بهتون بگم یه هانتر بیشتر از وب کنسول استفاده و کنسول مرورگر استفاده میکنه تا یه دیولپر. جدی میگم یه هانتر همش تو کنسول است. و حالا مقایسه نکنیم، مثلا حالا شاید اشتباه گفتم، اینو ولش کن، یه مقایسه الکی انجام دادم. خب این اکشن بچه‌ها، بریم این اکشن با هم دیگه کنسول اولا یه چیکار کنیم، ببینیم چیکار کنیم. یه کد HTML ران کنیم، همین کد رو بیام اجرا کنیم با هم ببینیم و یه چند تا کد جاوا اسکریپت هم با هم اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اوکیه؟ خب بچه‌ها بریم با هم دیگه کد رو اجرا کنیم. من برم تو دسکتاپم و اینجا یه فایل با هم دیگه بسازیم، مثلا test.html. اوکیه؟ open test.html و VIMش کنیم، فرقی نمیکنه. بعد اینکه با نوتپد با هر چی میتونید باز کنید. من کد HTML رو اینجا میذارم و این کدم آماده این که باز بشه بچه‌ها. درسته؟ کافیه برم رو فایرفاکس بچه‌ها و برم کدم رو اینجا اجرا کنم. کنید این کد HTML اجرا شد. همونجور که میبینید اینجا بچه‌ها وقتی ما صفحه رو باز میکنیم یک وبسایت رو میتونیم بریم چیکار کنیم، view page source رو ببینیم که من از شورت کی استفاده میکنم، option command view و حالا تو سیستم عاملی که داریم ببینید شورت کیش چیه. من میرم کد پشتش رو میتونم ببینم، کد HTML رو، و این کد HTML وقتی میرسه به مرورگر تفسیر میشه بچه‌ها. درست شد؟ تفسیر میشه و من به صورت ویژوال میتونم کد رو ببینم. یعنی چی؟ یعنی من اگه بیام اینجا مثلا تو قسمت اینجا بیام یه لینک اضافه کنم، فرضاً تو این قسمت بیام بذارین یه دونه پی اضافه کنم اینجا، بعد here is my website، اینجا بگم وبسایت هم اینجاست، href بعد https vurivex.academy، بعد عرضم بزرگتون اینو ببندم و اینجا بنویسم چی؟ my website و تگ A هم اینجا ببندم و اینو ذخیره کنم، اینو رفرش کنم، میبینید که here is my website و وبسایت هم اینجا نشون میده. بذار اینجوری خوشگل‌ترش هم کنیم و اینجوری کنیم بهتره، here is my website که کلیکبل بشه. و بعد من رو این کلیک کنم چه اتفاقی میفته؟ نکنید این کدش هم اینجا هست دیگه، این کدشه. و من رو این کلیک کنم میرم به وبسایت آکادمی، نکنید
و میخواستم اینو بهتون نشون بدم که کد HTML ما اینجا تفسیر میشه و تبدیل میشه به این کدی که میبینیم و همونجوری که بهتون گفتم اینجا میتونیم کد جاوا اسکریپت هم اجرا کنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم اینجا بنویسیم برای مثال اسکریپت و اینجا هم بنویسیم اسکریپت، یعنی تگ اسکریپت باز بشه، تگ اسکریپت بسته شه و اینجا بنویسیم console.log. console.log چی کار میکنه؟ برای ما توی کنسول مرورگر یه چیزی چاپ میکنه. کنسول کجاست بچه‌ها؟ اینجا اگه بریم تو اینسپکت تو قسمت کنسول، این کنسول مرورگری که گفتم باش کار داریم تو این دوره و اینجا کافیه console.log کنم بنویسم چی؟ js مثلا چه خنده و من اگه اینو رفرش کنم همونجور که میبینید اینجا برای من نوشت چی؟ js، حالا اون علامت خنده است، لبخنده یا هر چیزی است و میبینید که کد جاوا اسکریپت من اینجا اجرا شد بچه‌ها. و پس توی HTML من داخل HTML تونستم کد جاوا اسکریپت اجرا کنم و اینا همه چی مرورگر داره دونه دونه رندر میکنه، اینو میرسه به تگ اسکریپت میده به جاوا اسکریپت، میده انجین جاوا اسکریپت که اینو رندر کنه یا تفسیر کنه بعد یا پارس کنه حالا. و تو این قسمت تو کنسول مرورگر من هر چی دوست دارم میتونم تایپ کنم، چیزای جاوا اسکریپت، مثلا چی؟ alert مثلا my name is یاشار و میبینید اینجا اگه بزنم برای من می‌نویسه my name is یاشار. اوکیه؟ و هر کد جاوا اسکریپت که دیگه ای دوست داشته باشم، مثلا window dot location مثلا مساویس با https google.com. حالا مثلا google.com نه، بریم vurivex.academy. اگه من اینو اینتر بزنم این کد باعث میشه من برم کجا؟ به وبسایت گوگل، نکنید ببخشید به وبسایت vurivex. میخوام بهتون بگم که اینجا تو کنسول مرورگر ما هر کد جاوا اسکریپت رو میتونیم اجرا کنیم و از طریق فایل HTML هم میتونیم کد اجرا کنیم. خب اینم از نمونه عملیش. حالا من ازتون میخوام با این کنسول کار کنید، یه سری کد جاوا اسکریپت رو اجرا کنید، یکم با این محیط آشنا بشین، یه چند تا کد HTML بنویسید و دست و پنجه نرم کنید برای این قسمت دیگه. دمتون گرم.